هر ارتباطی در هر ارتباطی یک نوع یا به یک نوعی از یک منظری، از یک زاویه‌ای، از یک پنجره‌ای ما به بحث ماجرایی به دنبال کردیم نزدیک میشیم. خب و ارتباطات بسیار داریم که با هم تفاوت دارن. خب حالا در ارتباط دوره‌های بعد ارتباط اینجا با هم تفاوت دارن، اما هر کدومش میتونه که از یه پنجره رو با کنه، از یه پنجره به منظره نگاه کنه، از طرف بالا، از طرف پایین، از طرف کنار، از بغل و همه اینها در واقع به یک نوعی ما رو به این مسئله نزدیک میکنه. و یک ارتباطی چیز بحث کلی که اومدن آگاهی که اومدن آگاهی منوط به هیچ چیزی نیست. خب دارید راه میرید، دارید دانشگاه میکنید، حالا خوابیدید، بیدارید، در حال غذا خوردن یه دفعه که یه آگاهی مومد اون یک ارتباطی داره کلی که منوط بر هیچ شرطی نیست. اما یک سری مسائلی داریم که اونها با انجام قضایایی با نمیدونم یک مسائل پنجره های رو باز میکنیم، حالا از این پنجره نگاه میکنیم، حالا از اون پنجره نگاه میکنیم. این یه خودی با هم اشتباه نشه. یک بار هست که ارتباط اصلا هیچ چیزی نداره، یک بار هست که نه ما خودمون میاد از زوایای مختلفی نگاه میکنیم، از هر زاویه هم همونطور که الان ترجمه میکنید با یه چیزی برخورد میکنید. هیچ دو تا ارتباط یا دو نوع ارتباط یا دو تا حلقه مثل هم نیستن.